داشتم تو این حساب میچرخیدم، یهو یه ایده به ذهنم رسید که یه بازسازی متفاوت داشته باشم. به خاطر همونم رفتم سراغ ماشین پدرم، یه بازسازی خفن. این ماشین چند وقتی میشه که تو پارکینگ خونه داره خاک میخوره و میخوام تبدیلش کنم به یه ماشین صفر و درجه 1. اگه میخوای برای ماشینت مجوز تغییر رنگ بگیری تا آخر ویدیو رو نگاه کن. صبح که از خواب پا شدم رفتم سمت اداره پلیس راهنمای رانندگی. گفتم باید بری تویس پلاک برای گرفتن نامه بازدید. با نامه بازدید برگشتم و مجوز رنگ قرمز پورشه‌ای رو گرفتم. آماده بریم واسه بازسازی ماشین؟ درود به مرامت، درود به عظمتت، درود به بزرگیت، به جسارتت. اگه میخوای ببینی آردی چجوری تبدیل میشه به امای 16 حتما پیج منو فالو کن.